برای خنکسازی دستگاه‌های تصویربرداری MRI از هلیوم مایع استفاده می‌شود. ماده‌ای پرکاربرد که برای نخستین بار در کشور طرح اولیه یا پایلوت استحصال و خالص‌سازی آن از گاز طبیعی به همت متخصصان صنعت هسته‌ای اجرایی شده. موفق شدیم که برای اولین بار در کشور پایلوت استحصال گاز هلیوم از گاز طبیعی رو ایجاد بکنیم و امروز افتتاح شد. با راه اندازی این طرح کاملا ایرانی، هلیوم تولید شده در خنکسازی راکتورهای هسته‌ای، صنایع فضایی، جوشکاری، غواصی و فیبر نوری استفاده خواهد شد. و یک صنعت کاملا ایرانی هست که با دانش فنی ایرانی، تجهیزات ایرانی، مهندسین ایرانی و تکنسین ایرانی این کشور ما رو وارد این صنعت میکنه، وارد این موضوع میکنه و ظرفیتی رو که انشالله ایجاد خواهیم کرد نیاز سالانه کشور رو پاسخ خواهد داد و از اون مهمتر اینه که با گام بعدیش و تکمیلیش ما میتونیم سرمایه‌گذاری‌های بزرگتری داشته باشیم و کشور در راستای اقتصاد دانش بنیان بتونه یک سهم درآمدی و یک سهم بازار رو برای خودش تخصیص بده. آمارها نشان می‌دهد ایران 17% از ذخایر هلیوم دنیا را در اختیار دارد، اما تاکنون هیچ واحد صنعتی برای استحصال آن راه‌اندازی نشده بود که با راه‌اندازی اولین کارخانه استحصال گاز هلیوم میزان قابل توجهی از این ماده ارزشمند در اختیار صنایع مختلف و دارای فناوری‌های پیشرفته قرار می‌گیرد. این پروژه در کوتاه‌ترین مدت انجام گرفت. کل سیستم ها و دستگاه ها در داخل سازمان انرژی اتمی طراحی و ساخته شده و قدمی است برای رسیدن به استحصال هلیوم در میقاس صنعتی. خوشبختانه طراحی پایه این پروژه بسیار بزرگ 22 تن در سال هم به پایان رسیده. گاز هلیوم علاوه بر کاربرد در صنایع پزشکی و فضایی، در ردیاب‌ها، لیزر هلیوم نئون، مطالعات فیزیکی بنیادی و بالون‌های تحقیقاتی کارایی دارد. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.